چه خاطرات ما؟ معلومه که نه. گوش کن، خبر بد اینه که دشمن خونی دکتر دراکون از زندان فرار این کرد. خیلی بده. تقریبا به بدی اون دفعه‌ای که اشتباهی رفتی دستشویی پسرونه. وایسا ببینم کسی ندیده بود که پس دفترچمو خوندی که میدونی تابلوه. تو مأموریت خوش بگذره فعلا. من یه دختر عادیم ولی مونده بفهمی چیم، قدرتمند و پرتوان کی پاسیبل. برام نیستش کاری دشوار وقتی تو خطر باشی را میافتم. آره اصلا مهم نیستم بستر چیه، من میام با یه اشاره. کیم پاسیبل. هر وقت هر جا توی سختی یا لازمم داشتین من اونجا. یه بدین یه پیام لازمم داشتین من اونجا. هر جا توی سختی یا فقط با یه اشاره میام اونجا. چون که اسمم گرفت خورده با ماجرا. درد سر واسه من بازیه بی خطر، چون هستم ناجی دنیا. کیم پاسیبل. خب وضعیت چیه؟ هر وقت هر جا توی سختی یا